کفر است که درک کرده نمیتونه. و ما مسلمانای بی غیرت هستیم. ما بی غیرت به خاطر میگم شما بد نبری. امروز با اینمی قدر نفوس مسلمان حقیقت دین خود درک نکرده که دین برای کدام مقصد آمده. الله متعالی دین به خاطر نماز خواندن چهار نفر در مسجد آمدن رای نکرده. این دین برای نافذ کردن احکام الله. این جاعل فی الارض خلیفه. آدم علیه السلام که در دنیا به وجود آمده برای خلافت. معنای خلافت در اینجا نافذ کردنی احکام الله متعال در سرزمین الله. از همون خاطر تا وقتی که احکام در سرزمین الله نافذ نمیشه امت اسلامی مکلفیت داره تلاش بکنه، جهد بکنه، قیام بکنه، مبارزه بکنه که الحمدلله طایفه های مسلمان آرام ننشسته. در هیچ منطقه یک گروه الله متعال پیدا میکنه در مقابل همین سردمدارا و استعمار مقابله داره، میزنه. این نیازمندی بشر است. این خطر این سرزمینه که الله پیدا کرده برای اقامت خلافت پیدا کرده. خلافت الهی. خلافت الهی نافذ کردن احکام الله در روی زمین است. با نافذ شدن احکام الله در روی زمین امن برقرار میشه. انسانیت معنای خدا، مفهومی خدا تحقق پیدا میکنه. انسانیت جور میشه. شما ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بم اتم داشت، نه نیروی نظامی قوی داشت، نه شبکه جاسوسی داشت که خیلی کلان می بود، نه پلیس و نه اردوی ملی. اما در خطه‌ای که رسول الله حکومت میکرد چقدر امن بود. گناه صادر نمیشه. گناه ادناترین گناه اگر صادر میشه تحمل نمیتونه پنهان بکنه. ماعز غامدیه واره اشخاص میاده پیش پیغمبر میگه ما را پاک، ما مرتکب جریمه شدیم، ما امری را انجام دادیم که خلاف اخلاق اسلامی است. اینا مردم میگه این توسط عقیده به بار آورده، یا متر از بیرون به بار نآمده. خب ما مسلمانا مفهوم دینی خدا، ثمره دینی خدا، هدف دینی خدا نشناختیم. امروز هم دنبال امید دموکراسی لعنتی به میلیون ها مردم روان است. به میلیون ها مردم. چرا ترجیح میدی دموکراسی را؟ به الله قسم اگر تو پاچام هستی، وزیر هستی، وکیل پارلمان هستی، قاضی هستی، سرنوان هستی، دموکراسی را ترجیح دادن بالای دین اسلام کفر است، کفر است، کفر است. شکی در این نیست. ایما و این قرآن کریم اینا بدانه خدا خلاص کرده نمیتونه. نشوه که یک روز نفر در پشت سر دستاده میشه جنازه میخوانه لیکن تو جهنمی هستی. مردم هم شاید سری خود گناهگار کنی که سری تو مشرک و کافر جنازه خوانده. تو خب دین اسلام عقیده نداشتی، هویت اسلام تو نادیده میگرفتی. این بهانه نمیشه که آدم بگویه عالی امکان نداره که جزاها را ما تطبیق بکنیم. چرا نداره؟ خیر دولت اسلامی را از کلمه اسلام از پیش بکش. همون در پارلمان گل آقا شیرزایی بود کی بود که میگفت کلمه اسلام دور کنه؟ راست گفته بود. راست گفته بود کلمه اسلام دور کو. باز هر چی که میکنی اضافاتک الحیا ففعل ما شئت. هر چیزی که باز میکنی کلمه اسلام که ماندی حالی مجبور هستی که اسلام پیروی بکنی. اسلام تو را چی میگه؟ اسلام کدام دین است؟ اسلام اینقدر نعوذ بالله جولیده، اینقدر نعوذ بالله پراگنده، اینقدر از دست افتاده دین است که امروز دموکراسی غربی نظر چند دانه فاسق شرابخوره تو سر ما تحمیل کرده رایستی، سر ما آورده رایستی. کدام است؟ این کدام دین است؟ ای افسوس که ما مسلمانا ارزش دین خدا نفهمیدیم. الله متعال در روز قیامت در مقابل همین دین ما را عذاب میده. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. ما امروز اسلام اعلان کردیم، در اسلام دور نخوردیم، عزت اسلام نادیده گرفتیم، اسلام بالکل طرف انداختیم. امروز مملکت ما دوچار کدام بدبختی هاست؟ مردم در کدام تمام روز و شب مردم دمی ستیزگویی و دمی غیبت و دمی گپاس، سم پرستی، نجات پرستی، تنظیم پرستی، مسلک پرستی، مذهب پرستی. فقط کتاب الله و سنت رسول الله اون طرف دور انداخته شده. محور برای مردم اسلام نیست. به محور اسلام چرخ نمیخوره. از او خاطر من میگم به هزارها نفر توسط همی گپای خود در کفر رسیده. چرا که ترجیح داده دموکراسی را بالای نظام اسلام. میگه نه، یک تعداد نعوذ بالله کسایی که با قرآن و حدیث رابطه قوی نداره با اسلام میره حقوقی پنځای چی را میخونه، باز پس اعتراض هم میکنه این قانون برای امو زمان بود، در این زمان قابل قبول نیست. کافر مطلق است اگر میگه بزنی.
بالله قسم اگر شک در کفرت باشه تو خبر داری نی؟ دین اسلام چی رو میگه؟ ما نفهمیدیم.